تو این ویدیو قراره چند از بهترین بازی‌های انحصاری PS5 رو برای شما معرفی کنم، پس حتما تا آخر ویدیو تماشا کنید. قبل از شروع ویدیو خوشحال میشم دکمه لایک رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. بریم. بازی اول چیزی نیست جز گوست آف سوشیما. وقایع این بازی برمیگرده به ژاپن باستان، زمانی که مغول‌ها به جزیره سوشیما حمله کردند و شما در نقش یک جوان سامورای هستین که بعد از جزیره خودتون محافظت کنید. من داستان بازی رو خیلی اسپویل نمی‌کنم، خودتون این بازی رو تجربه کنید و لذت ببرید. بازی دوم لاست اف اس پارتی 8 میشه گفت لاست اف اس یکی از شاهکارهای دنیای گیمه و هر گیمری لازمه که این بازی رو تجربه کنه. بازی دارای یه داستان خیلی احساسیه که من اسپویل نمی کنم، فقط در همین حد که شما مسئولیت رسوندن یه دختری رو به آزمایشگاه دارید که واکسن برای یه ویروس ساخته بشه. بازی دوم لاست اف اس پارت 2. این بازی وقایع بازی قبلی خودش لاست اف اس 1 رو دنبال میکنه و نمیتونم اسپویل کنم داستانشو، ولی یه اتفاقای خیلی جالبی میفته که حتما باید تجربه کنید و لذت کافی رو ببرید. بازی سوم اسپایدرمن مایلز مورالز. اگه طرفدار فیلم‌های مارول هستین یه لحظه هم شک میکنین و این بازی رو تجربه کنید. بازی داره داستان عالیه که شما رو مات و مبهوت میکنه. و میرسیم به آخرین بازی و بهترین با انحصاری پلی‌استیشن، گاد آف وار رگناراک. دایی هرچی از این بازی بگی بازم کمه. دوربین این بازی مثل گاد آف وار 2018 در حالت سوم شخصه و دیگه اون حالت دوربین دور رو نداره و میشه گفت ادامه گاد آف وار 2018. خب دوستان میرسیم به پایان ویدیو. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه هم ببینید.